من وحشی نکن. وحشی میشی یا نخوش؟ ببند دهنتو، مال این حرفا نیستی تو. وحشی میشی دوست دارم. ملوک زندگیمون داره میپاشه، داره نابود میشه. چرا نمیفهمی؟ هیچ انگیزه توی زندگی نیست. این زندگی نیاز به یه شیرینی داره. شیرینی میخواد؟ آره. کاری نداره. خب الان میریم 2 تا بستنی لیوانی میگیریم، میریم تو پارک سوار تاب میشیم، میریم جلو میخوریم، میریم عقب میخوریم، جلو میخوریم، عقب میخوریم. با اینی که از جلو عقب بخوری من مشکلی ندارم. ببین اما مسئله من یه شیرینی مهمتره. آها قیفی میگیریم، ای بابا، میریم تو اله کلنگ. کسی تو اله کلنگ نمیره، میشینن رو اله کلنگ. میشینیم روش، میریم بالا، میایم پایین، میریم بالا، میایم پایین. عشقم با اینکه بشینی بالا پایین بشم من مشکلی ندارم، اما من دارم در مورد یه شیرینی مهم. ملوک بابا، من یه مردم به عنوان یک مرد تو زندگی حق خوردن شیرینی ندارم؟ چرا شیری چرا؟ خب آفرین، تو این 4 سال یه چیزی شیرین دادی من بخورم؟ فهمیدم چی میخوام. دروغ میگی. این خیلی راحته، چرا زودتر بهم نگفتی؟ واقعا فهمیدی؟ آره بابا، اینو همه میدونن. خب تموم شد دیگه، میگم شیرینی ساده بابا. عزیزم منم بالاخره مردم مهذبم، یه جایی روم نمیشه بگم، میدونی ابا میکنم دیگه. این 4 سال به من نگفتی، به کی میگفتی؟ به کی به خودم. صبح به خودم میگفتم، شب به خودم میگفتم، خودم با خودم حال میکردم، خودم با خودم بعد خودم با خودم 4 نمره عینکم رفته بالا عزیزم. ببین الان وقتشه. میدونی دیگه؟ بله میدونم. خب بگو دیگه. همون که شیرینه، آفرین. خوردنیه. آخه همه اینا میدونم. همه اینا خوردن میدونن عزیزم. آفرین. بگم؟ بگو دیگه، چرا نمیگی؟ شیری حواست هست کسی نیاد؟ کی بیاد؟ یکی بیاد. تو خونه خودمونیم، کسی نیست که. اگه کسی اومد چی؟ بابا کسی نمیاد. من خجالت میکشم. بابا بعد 4 سال زن من میخواد سر مطلب باز کنه، کسی بیاد من پدر اینه در میارم. ببین تو بگو، تو استارت بزن، بر پدرش لعنت زیر 200 تا بره. اگه کاری نکردم موتور پیاده کنی بچه بابام نیستم. تو فقط استارت بزن. بگو. بگم؟ آره بگو، من حواسم هست. مراقبی؟ آره دیگه بگو. شیری. ها کیم؟ چی؟ کیم؟ ای کیم نمیخورم من. کیم تو روح پدرت، من کیم نمیخورم. کیم تو محضری که من تو رو عقد کرد، کیم نمیخورم. کیم تو روح پدرت که تو رو دست تو رو گذاشتی دست من کیم تو اون امضایی که من تو زدی، کیم تو اون ارتباطی که با تو برقرار شد، کیم پدر، کیم یعنی کیم کردی تو مغز من رفته. تو چه زندگی کیمیه من با تو دارم؟